فردا در اوج بی‌اعتمادی افغانستان و پاکستان برای سومین بار مقابل هم قرار می‌گیرند، آن هم در سطح بالا. رئیسان استخبارات دو کشور در استانبول با هم دیدار می‌کنند. با این همه اما در حالی که هیئت مذاکره کننده امارت اسلامی به رهبری عبدالحق وثیق به ترکیه رفت، وزیر خارجه پاکستان ضمن اتهام 6 بار تماس از سوی متقی از چایی که فیض حمید در کابل نوشید پشیمان است. سلام، به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند میزبانتان در این برنامه هستم و این مهم را به بحث میگیرم با همکارم احمد رشاد زریر از استودیوی 2. سلام رشاد، کابل و اسلام آباد باز هم در استانبول رو در رو صحبت و گفتگو میکنن. جزئیات و آخرین جزئیات از دیدار فردا چیست؟ شکوهمند، این سومین دور گفتگوهایی است که بنیادش در قطر و پس از جنگ‌های خونین بین افغانستان و پاکستان حدود 1 ماه قبل برگزار شد و دور دومش که همه گواه بودند در ترکیه همچنان برگزار شد که با فرایندی بسیار پرخم و پیچ مواجه شد و حدود 6 روز به طول انجامید. یعنی یک بار در میانه اخلال شد از طرف پاکستانی ها ترک کردن و فرار کردن حتی و خواسته های غیر منطقی و رفتارشان با وجودی که صلاحیتی نشان ندادن از خودشان سبب شد که این گفتگوها مختل شد و بالاخره به نتیجه نرسید. فقط توافق شد که گفتگوها ادامه پیدا کنه و آتش بس هم برقرار باشه. این بار همین گفتگوها قرار است ادامه پیدا بکنه. البته تفاوتش از دور دوم ای است که سطح بالاتر است. رهبری استخبارات دو طرف روبروی هم میشینن. از طرف پاکستان عاصم ملک رئیس ISI و از طرف افغانستان هم رهبری را مولوی عبدالحق وثیق رئیس استخبارات داره که در ترکیب این هیئت طبق داده هایی که امارت اسلامی در اختیار ما رسانه ها قرار داده، یکی انس حقانی از اعضای برجسته امارت اسلامی است و سهیل شاهین سفیر امارت در قطر است. همچنان مولوی رحمت الله نجیب معین وزارت داخله است و در کنارشان عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت خارجه است. البته این ترکیبی است که تا حال مشخص شده. ترکیب پاکستانی مشخص نیست. به احتمال زیاد یک چنین مقام های از طرف پاکستان هم اشتراک بکنه. تا اکنون جزئیات دیگری در دست ما نیست. خب این بار کدام یک از طرف ها با دست پر به میز مذاکره میره، پاکستان یا افغانستان؟ اگر ما به جنگ اخیر بین افغانستان و پاکستان و بعد گفتگوهایی که ادامه پیدا کرد نگاه بیاندازیم به همین 2 دور قبل از این، دیده میشه که همیشه حداقل در همین 1 ماه اخیر دست افغانستان هم پر بوده و هم دست افغانستان بالا بوده. و چند دلیل. یکی، افغانستان این بار در حالی میره شرکت میکنه که طرف مقابلش دور قبل شکست خورده، فرار کرده و دوباره با وساطت میانجی ها به میز فراخوانده شده. همین شکستش نشان میداد، فرارشان نشان میداد که دستشان همون دور دوم خالی بوده. با توجه به اینکه خب همه اصول بین المللی از طرف پاکستانی ها نقض شده، از جمله نقض حریم هوایی افغانستان و حتی حاکمیت ارضی افغانستان و کشتن یا به شهادت رساندن چندین فرد غیر ملکی شامل خبرنگار و ورزشکار و اینها در روزهای جنگ و پس از آن. با این وجود دومین دلیلی که دست افغان ها پر است این است که اینها خواستای برحقی دارن. مثلا این که از داعش پاکستان حمایت نکنه، این نه تنها خواست افغانستان است که خواست اکثریت کشورهای منطقه است. سومین دلیل هم این است که حالا کشورهای منطقه هم که در کنار افغانستان هستند، در کنار این قرار است روی مواردی صحبت شود که اون موارد قبلا در منشور سازمان ملل مشخص شده. مواردی است که قبلا دو طرف در اظهارات خودشان در بیانیه های خودشان روی اون توافق کردن. فقط در عمل است که پاکستان متهم میشه به سیاست دوگانه. بنابراین دست افغانستان این دفعه هم پر هست، مشروط به این که پاکستانی ها باز هم مختل نکنند. خب با توجه به شکنندگی دور پیش مذاکرات، پاکستانی ها با چه نیت این بار با افغان ها روبرو میشن؟ صحبت‌های از سخنگوی ارتش پاکستان هم داشتیم. بله، سخنگوی ارتش پاکستان که مثل همیشه همون رویکرد سخت در قبال افغانستان را پیش گرفته. اون یک بحث است که بحث دوم این است که ما از
سخنگوی امارات اسلامی هم شنیدیم که یکی از نیات پاکستان این است که زمینه را فراهم بکنه برای آمریکایی ها و برای دونالد ترامپ تا حالا آنچه که انتظار داره به دست آوردن بگرام است به او خواستش برسه که چیز ناممکنی به نظر میرسه با توجه به اراده حاکمیت کنونی افغانستان مبنی بر این که بر سر خاک افغانستان یک وجب خاکش حتی مذاکره هم با هیچ کسی نمیکنن، چیزی که در جنگ هم اونا به دست نیاوردن، در 20 سال جنگ حالا در مذاکره هم به دست نخواهند آورد. حالا امارات اسلامی پاکستانی ها را متهم میکنه و اعتماد روشان نداره، میگه اینها صلاحیت مستقل ندارن و به نیابت از غرب به ویژه آمریکا میان مذاکره کنن و حتی این بار گفته میشه که آنگونه که مثل معروف را آقای مجاهد به کار برد، گفت که میخواهند که آب را گلالود بسازن و ماهی بگیرن. پاکستانی ها به همین نیت و حتی امکان داره به خاطر رفع یا تلافی اشتباهات گذشتهشان هم در برابر افغانستان هم در برابر منطقه اشتراک بکنن. اما خب نیت اونها مهم نیست، مهم این است که نیت دولت افغانستان، دولت حاکم افغانستان همیشه برقراری صلح و ثبات در منطقه است و پایبندی به اصول دیپلماتیک جهانی. دورنما چیست زریر؟ نظر به آنچه روایت ها و تحلیل هایی که خودت دنبال کردی، آیا دور سوم نتیجه خواهد داد و در صورت بی‌نتیجگی چه پیامدی را میتونیم شاهد باشیم؟ چند تا سناریو قابل پیش بینی هست. شکومن سناریوی اول این است که اینها بیان با هم بشینن، باز هم پاکستانی‌ها خواستای غیر منطقی و غیر اصولی مطرح بکنن، به دلیل عدم صلاحیتشان رفتارهای غیر اصولی بکنن و یا میز مذاکره را دوباره ترک بکنن و گفتگوها مختل شود. سناریوی دوم این است که این بار هم به هیچ نتیجه نرسن و به دلیل فشار منطقه‌ای بخصوص دو تا میانجی که قطر و ترکیه است، اینها به این توافق فقط برسن که همچنان گفتگوها ادامه پیدا بکنه و آتش بس برقرار باشه و بر آتش بس هم توسط میانجی ها نظارت صورت بگیره و مکانیزمی که توسط اونا ساخته شده این تطبیق شود. سناریوی سوم که سناریوی خطرناکی است این است که این بار شاید گفتگوها هیچ نتیجه نده، مختل شود و دو طرف دیگه قراری نگذارن حتی توافق بر سر آتش بس و ادامه گفتگوها نکنن و خدای نخواسته درگیری های آتشین از سر گرفته شود که در چنان صورتی امارات اسلامی گفته که ما آماده دفاع از خاک افغانستان هستیم و البته یک سری خواسته های پاکستانی ها از افغانستان این است، از جمله بعضی از آگاه ها گفتند که اونا انتظار ایره در واقع دارن که امارات اسلامی یک فتوا صادر بکنه، چون حالا TTP مسلمان ها هستند و امکان داره به فتاوی اسلامی و به فتوای مفتی های افغانستان اونا اعتنا بکنن. باید اینا فتوا صادر بکنن که جنگ علیه حکومت پاکستان ناروا است، جهاد علیه حکومت پاکستان ناروا است. در چنان صورتی است که اگر دوباره بشکنه آتش بس و توافق صورت نگیره و جنگ و درگیری شود، پاکستان زیان بزرگی خواهد کرد، چون همزمان با اینکه با افغانستان درگیر خواهد بود، شکنندگی های امنیتی خودش فربهتر خواهد شد و ما شاید گواه این باشیم که این بار در جنگ پاکستان تاوان بزرگتر. و کوتاه هم نظر به واکنش ها در صفحات اجتماعی بیاندازیم. آنچنانی که شنیدیم اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در مجلس نمایندگان او کشور صحبت‌هایی کرد و این گونه اظهار کرد که گویا آقای متقی وزیر خارجه افغانستان 6 بار با او تماس گرفته و در هر 6 بار این آقای دار بوده که بحث TTP را وارد کرده. و اما مورد جالبی که اشاره کرد که جزئیاتش از خودت مشنویم، او بحث یک گیلاس قهوه یا عمود چای بود که فیض حمید در کابل سرینا نوشید. درست. اول اینکه امارات اسلامی امروز پاسخ داد صریحاً به این ادعای آقای اسحاق دار که در مجلس پاکستان کرد، گفت که نه تنها 6 بار تماس از طرف آقای متقی صورت نگرفته و این بدور از واقعیت است و حتی بدور از اصول دیپلماتیک است، که گفت قرار اینگونه بود که یک تماس بر اساس تفاهم دو طرف قرار گرفت تا زمینه سازی شود برای مذاکرات جدید که دو اداره دیپلماتیک که دو کشور با همین تماس برقرار بکنن، که آقای متقی و دار در هماهنگی با هم تماس گرفتن و بعد قرار بر این شد که چون آقای دار از جزئیات اطلاعاتی نداشته، گفته که اجازه بدین که من اطلاعات کسب بکنم و دوباره تماس بگیرم. دوباره هم تماس گرفته آقای دار و قرار بر تماس سوم را پاکستانی ها داشتن که بعد دوباره اونها درخواست تماس کردن که به دلایلی که امارات اسلامی او دلایل را توضیح نداده، به اون دلایل تماس سوم دیگه برقرار نشده. خب این یکی دیگر
بیشتر از رفتارهای غیر دیپلماتیک پاکستانی هاست که نشان میده که امکانی که باز هم مذاکرات را مختل بکنند وجود داره. اما داستان چای یا قهوه‌ای که آقای فیض حمید رئیس پیشین استخبارات پاکستان در سپتامبر 2021 در هتل سرینای کابل خورده بود که بسیار هم گسترده حالا در شبکه‌های اجتماعی و همه رسانه‌ها در این 3-4 سال روی اون بحث شد و گمانه‌های گوناگونی مطرح شد. حالا ابراز پشیمانی پاکستانی‌ها ریشش واقعا در این است که اونا با فرستادن فیض حمید به کابل در هفته دوم امارت اسلامی انتظارشان این بود که حالا امارت اسلامی را هم تحت سلطه خودشان داشته باشن، فرمانبردار خودشان نگه بدارن و بعد به او خواستن نرسیدن. چی که حالا به قول آقای دار تاوان‌های بزرگی کردن. شاید بزرگترین تاوانی که کردن همین است که در افغانستان حالا به قول هم بعضی از حتی پاکستانی‌ها و حتی به قول آقای خلیلزاد که نماینده پیشین آمریکا در منطقه هست، این امارت یک حاکمیت کامل و تمام عیار در افغانستان است و بر مراد پاکستانیان نیست. تاوانی که کردن ظاهرا همی است. ممنون حضورت زریر. و ادامه خبرها. دور سوم مذاکرات میان کابل و اسلام آباد فردا در استانبول برگزار می شود. عبدالحق وثیق و عاصم ملک رئیسان استخبارات افغانستان و پاکستان رهبری هیئت‌های دو طرف را در این مذاکرات به عهده دارند. مذاکرات میان کابل و اسلام آباد در حالی برگزار می شود که فضای بی‌اعتمادی به نتیجه این مذاکرات سایه انداخته است. در این گزارش دلته ټول بیګناه ملکی او غیر نظامی کسانو، څوک کرکټرانو، څوک استادانو. هیئت‌های مذاکره کننده افغانستان و پاکستان قرار است یک بار دیگر در استانبول رو در روی هم قرار بگیرند. این بار اما رئیسان استخبارات دو کشور با هم گفتگو می کنند. عبدالحق وثیق و عاصم ملک در حالی به ملاقات همدیگر به ترکیه می روند که دور دوم مذاکرات میان کابل و اسلام آباد نتیجه‌ای که باید را در پی نداشت. مذاکرات میان دو کشور در سایه بی‌اعتمادی برگزار می شود. تا جایی که اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان ادعا کرده که امیرخان متقی همتای افغانیش 6 بار به او تماس گرفته و آقای دار در هر 6 بار به متقی درباره TTP گفته است. ادعایی که به شدت از سوی امارت اسلامی رد شد. ऐसी चीजें जो होती हैं ना वो कौम भुगतती है. मुझे मुत्तकी साहब की कल 6 कॉल्स आई. امیرخان متقی 6 بار با من تماس تلفنی گرفت. من به متقی گفتم که شما مرا در وضعیت دشواری قرار داده اید. ما از شما انتظار داریم که اجازه ندهید خاک افغانستان علیه ما مورد استفاده قرار گیرد. اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان مبنی بر اینکه گویا مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی افغانستان در یک روز 6 بار با ایشان تماس برقرار کرده اند دور از واقعیت می باشد. در واقع نخستین تماس تلفنی میان دو طرف در چارچوب تفاهم و هماهنگی متقابل صورت گرفته بود. در این مکالمه آقای اسحاق دار از آگاهی کامل از وضعیت ابراز بیخبری نموده و گفت که پس از کسب اطلاع کامل تماس خواهند گرفت. بر همین اساس مکالمه دوم نیز انجام شد. یک روز پس از این جریان آقای دار بار دیگر تلاش برای برقراری ارتباط نمودند، اما به دلایل مختلف ارتباط برقرار نگردید. تنش بر سر تماس و گفتگو در مورد TTP در حالی بالا گرفته که اسلام آباد پیوسته کابل را به پناه دادن و حمایت از تحریک طالبان پاکستانی متهم کرده، اما امارت اسلامی به شدت آن را رد کرده و رهبر TTP خود در یک نوار دیداری حضور خود را در خاک افغانستان رد و در پاکستان تایید کرد. در مذاکرات فردا در استانبول هم که در آن از افغانستان بر علاوه رئیس استخبارات انس حقانی عضو ارشد امارت اسلامی، سهیل شاهین سرپرست سفارت امارت اسلامی در قطر، رحمت الله نجیب معین وزارت امور داخله و عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نیز حضور دارند. قرار است در کنار موردهای دیگر به مورد مهم تحریک طالبان پاکستانی نیز پرداخته شود. خپل خاوره او چې هغه قبایلي خاوره ده او بیا هغه خاوره چې دغه ډیره د غیرتمن اقوامو ډکه خاوره ده چې د خیبر خاوره ده. د خیبر په خاوره باندې الحمدلله زه موجود یا شتون لرم. با این همه اما مجله دیپلمات در مقاله تازه نوشته که تحریک طالبان پاکستان یا TTP یک تهدید وارداتی از خارج پاکستان نیست.
بلکه نتیجه سیاست سالها پرورش شبکه‌های شبه نظامی توسط اسلام آباد به عنوان ابزار نفوذ منطقه‌ای است. در این مقاله آمده که جنرالان پاکستانی برای دهه‌ها ناامنی داخلی را بیرونی جلوه داده و بی‌ثباتی را به کابل، دهلی نو و یا غرب نسبت داده اند. اما واقعیت برعکس روایت رسمی می باشد. نویسنده این مقاله تأکید کرده که حمله های پسین هوایی پاکستان بر خاک افغانستان نشانه تسلط نبود، بلکه اقدامی از روی ناچاری بوده تا با صدور بحران امنیتی به آن سوی خط فرضی دیورند توجهات داخلی از فروپاشی اقتصادی و کاهش اعتماد اجتماعی منحرف شود. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموع خبرهای ساعت 10 شب از تلویزیون جهانی 1. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.